الان این سری بود؟ آره دیگه حالا سری تو. من که اصلا سر نشدم. نشدی؟ نه. اسم کنی؟ بله. بیهوشت کنم؟ دکتر نیلوفر فلانی به بخش جراحی. هولدر. رنگ. عزیزم من اومدم توی ابروهامو درست کنم، شما دکتر بازی گرفته. میشه یه ذره نازک‌ترش کنی؟ یه چیزی که تا حالا نزدی. می‌خوام یه تجربه جدید داشته باشی. تو برای من چالش ایجاد می‌کنی؟ یه پیرسینگ بینی رفتم زدم. به مدت 3 ساعت نشسته بودم داشتم این خونه رو جمع کردم. نه قرص وارفارین می‌خورم. این یکی چی بود اسمش؟ آسپرین می‌خوام. چی نمی‌خورم. سالمه. ولی خونم بند نمیاد. پول خونی چیه؟ به مثبت. فکر کنم 2 واحد خون بخوام. دستش اذیتم می‌کرد، گفتم بده دستش واسه کار کنفونت بگیره. می‌خوام خودم میکشم مثلا. من نمیدونم. اون ابروهای قبلی مگه چش بود؟ یکی شکستگی دارم خیلی درد داره. هرچی شکسته است میاد پیش من. یکی بیاد این قلمو دست نیستم فقط بگیره دیگه. تاجت یه ذره مونده. من تاجم و مداد خودم اوکیش میکنم بسته دیگه. ابرو به من کج نکن، کج کلا خان یارمه، خوشگلم دلها گرفتارمه.